شما زحمت سوپو بکش. چشم. لطفا. مرسی. بابا. لیمو رو بریزیم روش که یه مقدار لیمویی بشه. خب من بگم که چقدر سوپتون خوشمزه شده. خیلی سوپتون خوشمزه شده. دستون در دست فیروزه جون در نکنه. آقای شانی هم که سر گاز وایساده بود. ما که دیدیم، حالا شما پشت دوربین ندیدیم، ما که حواسمون. حالا خودم که خوردم این سوپ جوییه که واقعا من دوستش دارم. خب دستتون هم در نکنه. من واقعا احساس می‌کنم این مهمون خونه اولین قسمتش واقعا خیلی با انرژی خفنی شروع شد و دست آقای شانی در نکنه که این مهمون خونه رو فراهم کرد و ما امروز اینجا جمع شدیم که خاطراتش رو بشنویم و لذت ببریم. فدای شما. غذا بهانه است، مهم اون خاطره ها بود که ما شنیدیم و خیلی لذت بردیم. بله مرسی از شما. آقای شانی یه غذای ترادیشنال کانادایی به من بگو. البته اگر چیزی خنده داره. راستش اینا فرهنگ غذاییشون واقعا خیلی عقبه. وقتی که من با یه مدتی با یه خانواده کانادایی هم زندگی میکردم. درسته؟ اینا برنج که تو کارشون نیست، بیشتر چیز مش پوتیتو میخوردن به جای مثلا برنج و اینجور چیزا. یه چیزی که تو کانادا خیلی شناخته شده است همین پوتینشونه دیگه. درسته. پوتین حالا ما میگیم پوتین، بچهای ایران میشنون میگن پوتین، نکنه اون پوتین. ولی خب پوتین یه سیب زمینی سرخ شده است. حالا من اینم درست کردم یه مقدار. من این سیب زمینی درشت خیلی دوست دارم. فریزر گفت واسه قیمه سیب زمینی ریز درست میکنم، ولی من اینو کنار مرغ میذارم، حتی درشت‌تر هم درست میکنم. بذار تا تازه یکی دو تا ازش بزنیم. چشم. پوتینم همین سیب زمینیه با چیز دیگه. مرسی. همین سیب زمینیه با پنیر و چیزای دیگه، معمولا سس باربیکیو و اینجور چیزا، سس‌های مختلف داره. حالا میزنم بعدا. تو سالهای اخیر اینا پوتینا یه مقدار دیولاپش کردن. آره مدل‌های مختلف الان یه رنجی از پوتین ما داریم که خیلی دوست دارن. خب بچه‌ها خیلی دوستش دارن چون بچه‌ها کلا سیب زمینی سرخ کرده دوست دارن. مکدونالد هم که میرن سیب زمینی سرخ کرده میخورن. میگه از هر چه بگذریم سخن دوست نیکوتر است. آقای شانی بیزینست چیه؟ از این الان خدمتتون عرض می‌کنم. ما 2009 که اومدیم به ما گفته شد که اینجا تاشو خوردم دوربین نکن. منم خوردم گذاشتم کنار. دیگه حمله به دیگه قیمه. آره رفتم سراغ بعدی. حالا یه چیزی که بهت بگم، یه مزه‌ای توش احساس کردید که متفاوت از سوپ جوهای دیگه باشه؟ آره. من عطر سبزیشو که اول از همه خیلی خوب حس میکنم. چیز دیگه تو چی فکر می‌کنی؟ میدونی چیه؟ شما تو مزه کردن غذا فقط لذت خوردن غذا رو از دست میدید. این نه تنها خامه و شیر داره. بله. نه بلکه من پارمیژان بهش زدم. چیز این مزه پارمیژانه که توشه. خب فکر میکنم الان که بگم قاشق بعدی بخوریم متوجه میشیم. پارمیژان تو غذا یه چیزی شبیه کشمش میده. درسته. نه من به نظرم خوشمزه بود. حالا یه قولی که به بیننده ها میدیم اینه که رسیپی این غذا رو از شما بگیریم که اونها هم تو خونه درست کنن بخورن. چون واقعا به نظر من سوپتون خیلی متفاوت. خیلی خوشمزه بود. این مدل سوپ و این طعم سوپو تا حالا نخوردم. آقای شانی اگر قرار باشه سامو بهتر بشناسی، سام اعتقاد داره سوپ فقط مال مریضه. ولی این سوپو میشد جای غذا خورد. اینو جدی میگم و کسانی که منو میشناسن میدونن سوپ فقط مال مریضه و من مثلا یه قاشق سوپ میخورم.
مثلا بخوام خیلی حال بدم به سوپ. ولی این سوپ معلومه دیگه تقریبا بشقاب کاسه من پر بوده و من همه‌شو خوردم. میتونم بسیار بکشم بزنم ترشی رو دیدم بفرمایید. چشم حتما اول خودت. آقا ما اومده بودیم گفتم رکود اقتصادی باید بری درس بخونی یا فلان. ما در حال درس خوندن بودیم، همیشه 2 یا 3 تا چیز همزمان ما با هم دیگه میخوندیم. درسته. یعنی من تو تمام سالهایی که من اینجا بودم آدمی مثل خودمون تا به حال من ندیدم. تعریف نباشه من فکر کنم دیگه مثل من نمیاد. خب که 2 تا یا 3 تا پروگرام همزمان دست بگیره و ما دوست داشتیم که در واقع کوالیفیکیشن یا قابلیت اینو پیدا کنیم که یه کارفرمای کانادایی ما رو استخدام کنه و ما رو فکر میکردیم که خب ما بریم یه جایی سر کار هم حقوق خوب بهمون بدن، قدرمون هم بدونن تا آخر روز بازنشستگی هم ما یه جا کار بکنیم. ولی نمیدونستیم که اصلا یه همچین فضا و یه همچین چیزی اصلا سالهاست که از این نورت آمریکا رفته. بیشترین زمانی که یه اسمال بیزنس میتونه رشد و دوام پیدا کنه بین 3 تا 5 ساله. کسی که توی جاب بمونه توی این سالها خب درست همونطور بین 3 تا 4 ساله میگن، یعنی یه کسی به صورت میانگین. آره حتی بعد از 3-4 سال ممکنه که این آدم حتی جابش از دست بده، دیگه نتونه برگرده سر جابی که داشته. anyway ما سال 2011 با یه آقایی که از ونکوور اومده بود به مونتریال آشنا شدیم. به ما گفته شد که شما نیو میگرانت هستین و مشغول به تحصیل هستین و اینا، از نورت امریکن فایننس چی میدونی؟ از مسائل مالی آمریکای شمالی چی بلدین یا یاد گرفتین؟ گفتم راستش ما از نورت امریکن فایننس که هیچی، از ایران فایننس هم چیزی نمیدونیم، چون اونجا ما یه کارمندی بودیم و میرفتیم سر کار میومدیم. به همین خاطر گفتم خب به ما گفته شد که شما دوست دارین بیشتر یاد بگیرین، بالاخره میخواین یه روزی برین سر کار زندگی شروع بکنین این حرفا. ما همون لحظه گفتیم خیلی دوست داریم. So glad I don't have to deal with it. بهم بودیم همونطور که بهتون گفتم دنبال سناریوی توطئه نبودیم که آیا این آدم حرف میزنه خب پشت حرفش چه چیزی هست. به چیزی که گفته بود جوین شدیم. خب به چی جوین شدیم؟ کمپینی جوین شدیم که بهش میگیم فاینانشال لیترسی کمپین، کمپین سواد مالی. خب درسته. این کمپین سواد مالی میگه که به طور سیستماتیک و به طور عمد سواد مالی از مردم پنهان نگه داشته شده. What the fuck is going on here? دریغ شده. خب بهشون آموزش داده نشده. ولی ما میدونیم که چه اینجا زندگی بکنیم تو نورت آمریکا، چه تو ایران زندگی بکنیم، کلا دنیا به وفق مراد سرمایه‌دار است. خب بله. میدل کلاس فامیلی و لو کلاس فامیلی ها همیشه با مانی پرابلم یا مشکلات مالی مواجه هم. درسته. خب ما اومدیم تو این کمپین سواد مالی میگیم که اگه که 91% جامعه که با مشکلات مالیشون دست به گریبونن و در واقع دیل میکنن، بیشتر از بابت اینه که این سواد مالی رو ندارن. خب از ترانسفر کردن این سواد مالی به این آدم ها در واقع ما بهشون آگاهی رسانی میکنیم. ما تقریبا میشه گفت 40 ساله تو مارکتینگ به شکل بیزینس از 2015 شروع کردیم. من حاصل تحصیلاتم توی مونتریال شد 3 تا سرتیفیکت، 2 تا دیپلم. 2 تا دیپلم اینجا به چیزی میگن که شما بیش از 2 سال روش وقت بذاری، چیزی که زیر 2 سال باشه میگن سرتیفیکت. شما نگاه کن ما 4 سال اونجا بودیم، 2 تا دیپلم گرفتیم هر کدوم 2 سال و اون سرتیفیکت هم هر کدوم یکیشون اولش 1.5 سال، بقیهشون هم زیر 1 سال. سال 2011 ما با این کمپین جوین شدیم. 6 تا ورکشاپ آنلاین
با موضوعات مختلف روزمره آدمایی که کف جامعه با این مسائل به طور روزمره چیکار دارن، سر و کار دارن. هزینه‌اش چقدر آقای شانی؟ for free. در واقع این کمپین سواد مالی از همون روزی که ما بهش جوین شدیم 2011 تا همین امروز که من با شما صحبت میکنم به عنوان یک کمپینر، کسی که اینا رو آموزش میده کاملا فری آف چارج واسه هم هست. خب درست. ما در واقع یه هدفی گذاشته بودیم. وقتی من میگم ما دیگه جزئی از یک کمپین بزرگی هستیم که توی نورت آمریکا هستش، یو اس و کانادا این کمپین هستش. بیشتر از 500 تا آفیس در واقع این کمپین رو برگزار میکنن. 3 بار در روز این ورکشاپ ها رو برگزار میکنن به وقت ادمونتون، در واقع مانتن تایم، ساعت 12، 6 و 8. حالا مقایسه کنی، حالا اگه تورنتو باشن 2 ساعت جلوتر، اگه که مثلا ونکوور باشن 1 ساعت عقب‌تر، یا هر کجای کانادا باشن میتونن به این کمپین، به این ورکشاپ های آنلاین جوین بشن و چیز یاد بگیرن. ما واسه این کمپین 2 تا کتاب پابلیش کردیم. وقتی که من میگم کار من نیست، در واقع لیدرایی داره این کار که اونا نشستن روی این کار کردن. این ماسموسی رو هم بذاری خیلی خوبه. من این رو گذاشته بودم با ماسموسی بزنیم، دیگه فرصت نشده. ماستیکش خودش شده. ماستیک خودمون میزنیم. ماست ما خودمون میزنیم اینجا. خودمون میزنیم، کیسهش میکنیم، آبشو دوغ میکنیم، خب خودش هم ماسموسی میکنیم یا ماسیاری چیزی. ریا میشه، خیلی ریا میشه. دوست ندارم، دوست ندارم. ماست خوردن داره. چشم الان حتما. 2 تا کتاب که یکیش هست اسمش هست Save Your Future Book، در واقع آینده خودتو سیو کن یا محافظت کن، و یه دونه دیگه هم هست که ورکشاپ، در واقع ورک بوکیه که با این کتاب میاد که شامل 6 تا ورکشاپ مختلفه. این که بگم که موضوعاتش چیه به طور عمده بخوایم که حساب کنیم، چالش‌هایی وجود داره. ما یک راجع به چالش‌ها صحبت می‌کنیم. ما می‌دونیم که به سرزمینی اومدیم که قبلا فکر می‌کردیم که سرزمینی مدینه فاضله‌ایه واسه خودش، خب ولی به تدریج که اینجا زندگی کردیم متوجه شدیم که چه کم و کاستی‌هایی وجود داره و هر چقدر بیشتر بدونیم بیشتر میدونیم که چی رو نمیدونستیم. خب به همین خاطر توی اون اینترو بیشتر از چالش‌ها صحبت میکنیم و توی ورکشاپ‌ها بیشتر از راه حل‌ها صحبت میکنیم. حالا هر چالشی راه حلی مخصوص به خودشو داره. مثلا یه چالش بزرگی که اکثریت آدم‌ها توی نورت آمریکا باهاش مواجه هستن، مثلا ریتایرمنت یا بازنشستگی اینجا وجود نداره. تو ایران هم دیگه وجود نداره. تا جایی که من میدونم صندوق‌های بازنشستگی تو ایران همگی به ورشکسته هستن. اینجا هم به دلیل پدیده‌ای به اسم بیبی بومرز. بیبی بومرز آدمایی هستند که بین 1945 تا 1964 خب توی 20 سال، توی بازه زمانی 20 ساله بعد از جنگ، وقتی که این سربازا از جنگ برمیگردن کاری نداشتن، بچه ساختن. فقط میخواستم بگم میزون. بیش از 100 میلیون نفر توی نورت آمریکا متولد شدن. شما تاریخ رو بررسی کنین، این فقط مشکل آمریکای شمالی نیست، تو اروپا هم همینه. یه مراجعه بکنیم به تاریخ خودمون، تو زمان جنگ یا بعد از جنگ همین پیک جمعیتی به وجود اومده. یه بخشی رو من فراموش کردم و اون هم رایگان کردن خانم‌های باردار هست در دهه 60 و 70. نه دهه 60 و 70. الان می‌بینین که به دلیل مشکلات اقتصادی کسی دیگه بچه دار نمیشه. یا بچه دار نمیشن یا حداکثر یه دونه. آقا چه قیمه خوشمزه، چه تهدیگ عالی، چه برنج دونی. جاتون خالی که نیستید، ببینید شما بخورید و لذت ببرید. ما داریم جای شما میخوریم.
خلاصه این بیبی مومرزا از چند سال پیشتر شروع کردن به بازنشست شدن. همین تاریخ نورت آمریکا رو نگاه کنیم، همینطور که تو تاریخ تو دهه‌های مختلف این بیبی مومرزا اومدن جلو، تو دهه مثلا 80 و 90 میلادی یا 70 حتی قیمت خونه تو این نورت آمریکا خیلی گرون بوده. تو دهه‌های مثلا جلوتر سیر کردن بچه‌ها چالش بزرگ بوده واسه اینا. مثلا شما الان تو این نورت آمریکا از بهره‌های 3 4 5% صحبت میشه. تو دهه 80 و 90 میلادی ما بهره‌های 20 و چند درصد داشتیم. خب 27 8%، 23 4%. برگردین به عقب، همه اینا سوابق 60. یعنی من در حد ادعا نیست. چالش ریتایرمنت چالش بزرگه. ریتایرمنت خب بالاخره همه ما به طب که پا تو سن میذاریم میخوایم که یه روزی ریتایر بشیم، بازنشسته بشیم، کار نکنیم یا حداقل استخدام بکنیم، یعنی اینکه حالا کمتر کار بکنیم، بالاخره پا تو سن گذاشتیمونه، سخت نگذره. آره. عملا واسه این کانادایی‌ها، خود کانادایی‌ها که اینجا هستن دیگه این بازنشستگی تقریبا غیر ممکن شده. تا چه برسه ما که دیر اومدیم به این مملکت. درسته. من از چالش ریتایرمنت صحبت میکنم، ولی ما بین الان تا ریتایرمنت تو هر سنی که هستیم، از جمله من که تو سن 50 سالگی الان هستم، میخوام بگم که هزاران ایونت دیگه ممکنه اتفاق بیفته. درست. اگه که بچه‌ای داشته باشیم، اگه که مثلا بالاخره یه چیز خیلی مهم، من اشاره کردم اول صحبتم، جاب اینجا گارانتی نیست. خب جاب که اینجا گارانتی نیست، شما جابت رو از دست بدید، هیچ موقع بیلا یا فاکتورهای زندگی، مورگیج یا چیزهای دیگه متوقف نمیشه. خب اینا همیشه هستن، هر بایویکلی 2 هفته یه بار یا سر ماه میان. خب اینا رو باید یه کسی تکر کنه. اگه که آدمی که اینکام ارنره، یعنی در واقع درآمد ایجاد میکنه، نتونه از عهده در واقع تکر کردن یا محافظت از این بیلا بر بیاد، خب اولا زندگی دچار چالش بزرگ میشه. خب من طول این سنواتی که اینجا بودن همیشه اینو به ایرانیایی که تو ایران هستن میگم که شما خیلی ها رو میبینین خوش و خرم و خندان، پارتی و مهمونی پا میشن میان کانادا، ولی آدمایی که از اینجا برمیگردن هیچ موقع نمیبینید. شاید هم اصلا زیاد اینو بزرگش نکنن، بولدش نکنن وقتی که برمیگردن و فلان این حرفا. ما یه گلی گذاشته بودیم از سال 2016 تا 2020 1 میلیون نورت امریکن فامیلی رو در واقع همین 6 هفته ورکشاپ رو شرکت بدیم و ادوکیتدشون کنیم. ما به این گل دست پیدا کردیم. 2020 که الان من صحبتشو میکنم قرار بودش که در واقع بریم چه تو امریکا توی واشنگتن، چه تو کانادا توی اتاوا، بریم به گاورمنت بگیم که ما به عنوان یک کمپانی استپ فوروارد کردیم، اومدیم توی مارکت. خب کمپانی دیگه ای نیستش که کاری شبیه ما انجام داده باشه، هیچ موقع نبوده. و اینکه اومدیم نورت امریکن فامیلیز رو داریم ادوکیت میکنیم، داریم به این آدما اطلاعات میدیم که باری از رو دوش شما گاورمنت، دولت سبک بشه، برداشته بشه. به دلیل کووید این اتفاق نیفتاد. خب 2020 بود دیگه، ولی گل بزرگتری گذاشتیم از اون به بعد. گل بعدی که گذاشتیم گفتیم 30 میلیون by 2030. تا الان ما یک کانتر داریم. خب الان کانتر ما نزدیک به 3 میلیون نفر رو نشون میده. خب ما نیاز به کمپینرهای بیشتری داریم، آدمایی که بتونن مسیج ما رو یا پیغام ما رو به همه برسونن. خب ما داریم در جهتش تلاش میکنیم، در واقع آدما رو بیشتر ترغیب میکنیم که به کمپین ما بپیوندن. ما یه فیسبوک کامیونیتی هم داریم، WSP فیسبوک کامیونیتی. خب این WSP رو سرچ کنن میتونن برن ببینن که این آدما اچیومنت هاشون یا دستاوردهاشون رو اونجا به اشتراک گذاشتن. من با اینکه تو این کانادا تقریبا میشه گفت نزدیک 7 سال و نیم در زمینه اتوماسیون، اینسترومنتیشن
پاور انجینیرینگ اند ولدینگ درس خوندم و هیچ بک‌گراند فایننسی نداشتم، از سال 2016 به این کمپین جوین شدم. از سال 2020 که کووید اومد، از سال 2016 فیروزه جون در واقع تکر میکرد از به طور فول تایم از بیزینس. خب از سال 2020 من به فیروزه جون پیوستم و از سال 2020 در واقع ما داریم همین کار رو با هم انجام میدیم. خیلی نیاز داریم، همونطور که صحبت شد تو طول صحبت ها، به اینکه هموطنهای ما واسه خودشون، نه واسه من یا فیروزه جون، واسه خودشون، آینده خودشون و بچه هاشون، خب آینده زمان پیریکوری، خب حالا من میگم پیریکوری، ما بین الان تا پیریکوری ممکنه هزاران اتفاق بیفته. مردم ما به دلیل اینکه مهاجرن به سیستم گاورمنت کانادا، گاورمنت های پراوینس، خب به سیستم هلت اینجا خیلی اوور کانفیدنتن، خیلی اعتماد بیش از حد دارن. هیچ چیزی شیرین تر از جون نیست. جون خودتون، بچه هاتون رو سیو کنین. وقتی ما از سیو یور فیوچر صحبت میکنیم، خب فقط این نیستش که شما بیا پول پس انداز کن، بیا یه بیمه ای بخر یا چی، بدونی که اینجا چی میگذره. از 2016 تا حالا به طور روزمره ما همینطور به خودمون دانش اضافه میکنیم. اگه من این دانش رو هر روز به خودم اضافه نکنم، نمیتونم این دانش رو به کسی ترانسفرم بکنم، درست، منتقل بکنم. به همین خاطر همیشه من میگم تو آگهیام که میذارم، از ما استفاده کنیم. خب ما حداقل هیچ نباشه 10 ساله که تو این استخون خورد کردیم. تو این ورکشاپ ها ما ورژن کانادین داریم و ورژن امریکن. 13 تا ورکشاپ توی امریکا در هفته و 13 تا ورکشاپ توی کانادا در هفته برگزار میشه به طور چرخشی. درست. و ما 2 تا ورکشاپ فارسی هم در هفته برگزار میکنیم از آفیسمون توی، به علاوه اون 13 تا. آره به علاوه اون 13 تا که سه شنبه شبا ساعت 7 شب به وقت مانتین تایم، 6 بعد از ظهر به وقت ونکوور و پنجشنبه شبا ساعت 7:30 شب. درست. همه این ورکشاپ ها 1 ساعت بیشتر وقت شما رو نمیگیره، چون ما به این نتیجه رسیدیم که اگه بیشتر از 1 ساعت باشه مردم خسته میشن، گوش نمیدن. غذا بسیار عالی بود، قیمه وزیریشون خیلی خوشمزه بود، سوپشون که نگم. من دیگه جایی برای کشکواد جون نداشتم، اگه داشتم حتما میخوردم. داستان اونو که میگه حتی یه موز میگه، یه انگوش میگه اگه جایی انگوش داشتم یه موز میخوردم، من دقیقا همونم. من اگه یه جایی یه قاشق دیگه داشتم یه قاشق بیشتر از این قیمه وزیری خوشمزه میخوردم. دستتون درد نکنه، ممنون. ایمیگریشن یا مهاجرت توی ایرانیا به خدمت جمهوری اسلامیه. خب قبل از اون آدمای زیادی نبودن که مهاجرت کنن. من چقدر که غیر قابل تحمل تر شد اون مملکت واسه زندگی، بیشتر مردم مهاجرت کردن. میخوام بگم که آدمای زیادی نیستن که تجربیاتی که به وجود میاد شیر کرده باشن، اومده باشن گفته باشن ما به ریتایرمنت رسیدیم فلان شد. خب درسته. پست سکندری ایژوکیشن خیلی گران قیمته اینجا. خب واسه خود کانادایی‌ها تحصیلات عالی یه چیز لاکچریه، چون از عهده‌اش بر نمیان بچه‌هاشون بفرستن. چون این خانواده‌ها اکثرا این 91% که من ازشون صحبت میکنم پیچک تو پیچک زندگی میکنن، پول کنار گذاشته ندارن که بخوام بچه‌هاشون رو بزنن پست سکندری ایژوکیشن. درست. اگه که ما ندونیم که چی رو نمیدونیم، خب عملا کاری هم در قبالش انجام نمیدیم. درست. و من واقعا دعوت میکنم همه بلا استثنا هم جوین بشیم به کمپین، به طور روزمره اینو فریاد بزنیم که این کانادا اون کانادایی نبود که ما فکر میکردیم. درست. و خودتون رو سیو کنیم. Save your future. از داستانو که روز مصاحبت بود تعریف کردی، گفتی آقا من استرس مصاحبه رو داشتم، مادرم هم توی بلندی‌های جولان گم شده بود. اینو بازش نکردی، برامون بازش کن که ببینیم چه شد و چه گذشت. سوال قشنگی به تو ارتباطی نداره. همونطور که گفتم ما
مصاحبهمون تو دمشق تو سوریه بود. اون زمان حوزه شاخ آفریقا و خاورمیانه حوزه مهاجرتیش تو دمشق بود اون موقع. سال 2009 رفتیم اونجا. سال 2009 خبری از جنگی چیزی نبود و من با مادرم رفتم. هتل به ما دادن زینبیه تا خود شهر 1 ساعت راهه. حالا حدود 45 دقیقه تا 1 ساعت. هتلایی که سمت زینبیه هست اصلا خیلی شیک و نو و مجلسی ساز، عالی، و اینکه غذاش هم عالی تر و بهتر و ولی نصف قیمت. خب 280 تومن. میخواستم که برم، به مادرم گفتم مادر تو دوست داری بیای بریم سوریه؟ گفت من زیاد تو کار زیارت میارت اینجور چیزا نیستم و اینا. گفتم حالا خب بیا بریم دیگه، حالا یه دلگرمی هم واسه ما هست اینا. گفت باشه. خلاص ما رفتیم، در تلفنی تور از زنجان بوک کردیم و رفتیم زنجان و حالا حسابشو بکن ما با اتوبوس رفتیم ترمینال، پیاده شدیم، تاکسی گرفتیم، رفتیم اون مسجدی که اینا جمع و جور میشن و میخوان اتوبوس دیگه سوارشن و برن تا تبریز. ما اونجا هم سوار شدیم و توی اتوبوس که بودیم از زنجان که راه افتاد متوجه شدیم که ترکن و زبان فارسی زیاد خوب بلد نیستن. به غیر از اون آدمی که مسئول تور بود، یا آقای نسبتاً جوانتری بود، اولش 60 خورده سالش بود، به نسبت اونا جوانتر بود اینا. خلاص ما سوار شدیم و رفتیم تبریز هم هواپیما رو گرفتیم و رفتیم دمشق هم اتوبوس رو سوارمون کردن و رفتیم زینبیه. هتل رو نشونمون دادن، دیدیم چه هتل نوسازه، شیک، کولر، همه چی برند نیو. جدی میفرمایی؟ خب گفتیم چه کار خوبی کردیم و این توره رو گرفتیم. بردنمون شاممون دادن، دیدیم چه شام مفصلی. خب من به دلیل اینکه خب استرس مصاحبه و اینجور چیزا داشتم، سوالای مصاحبه چی می‌خواست بپرسه، چرا می‌خوای بری کانادا، هدف چیه، چیکار می‌خوای بکنی، یه سری سوالای جنرالی ما حفظ می‌کردیم. تازه به انگلیسی هم بعد جواب میدادی، شما بعد اونجا پروف می‌کردی که انگلیسی هم بلدی، نمره بهت بده، واسه زبان انگلیسیت هم بهت نمره بده. فرداش من به مادرم گفتم مادر ما با این تور اومدیم، تو با اینا برو هر جا که رفتن بگرد، با اینا برو نگاه کن، بالاخره اونجا بهت معرفی میکنن دیگه. بالاخره یه بانکی بود ریتش از همه جا بهتر بود و به نرخ بهتری پول چنج میکرد اینا. بردمش اونجا، پولمون رو چنج کردیم، یه سری خرید مرید کردیم، از جمله دو دست کت شلوار من خریدم که یه دستش رو روز مصاحبه پوشیدم. مادر ما که میرفت به من نمیگفت ولی بعداً میگفتش که من واسه اینکه گم نشم یا اینکه چیز نشه، اینو واقعا به من شیر نکرده بود اونجا. خب واسه اینکه گم نشم و اینا از بغل اتوبوس تکون نمیخوردم که نکنه من با اینا برم بعد راه برگشتنی نفهمم که اینا کجا رفتن یا کجا اومدن، یا مثلا اتوبوس جابجا بشه من جا بمونم گم بشم. همین ترسش آخر سرش اومد. میگن از هر چی بترسی سرت میاد. درسته. روز مصاحبه از رئیس توره پرسیدم آقا امروز کجا میرین؟ گفت ما میریم امروز هابیل نزدیک 1.5 ساعت الا 2 ساعت از شهر دور بود. وقتی هم که میخواستی ردچی بری بالای این کوه که هابیل رو ببینی، خب از مابین استحکامات این سوریه هم رد میشدی، از چند تا ایست بازرسی و اینا هم رد میشدی. خب این منطقه کاملا نظامی، 2 ساعت خارج از شهر. خب جایی که عرب نگنداخت که میگن همونجا. اتوبوسای ایرانی، بیشترم ایرانی دیگه، کی میره هابیل نگاه کنه؟ خب اونا که ما خودمون اینا رو خیلی چیز کردیم، مگه خود عربا اینجور چیزا رو هیچ قبول هم ندارن. جونم واسهتون بگه که اول صبح که اتوبوسای ایرانی میرفتن یه تعداد چفیه به سر که بیشتر به نظرم فلسطینی بودن، خب یا اینکه ادای فلسطینی‌ها رو در می آوردن، یا بودن یا ادایشو در می آوردن، با چفیه می اومدن بساط پهن می‌کردن همونجا. ملت ایرانی هم که حالا ایرانیایی که مثلا اونا که میرفتن زیارت و میارت، عاشق این که برن زیارت کنن بیان سوغاتی بخرن. خب میرفتن این هابیل 12 متری نگاه میکردن. 12 متر قبرشه. میگن اون موقع
یه چیزی میگن یه دروغی به شاخدار که کسی باورش نشه، همین دروغ شاخداره بود. هابیل 12 متر بوده. خب قبر هابیل رو نشون میدم، واقعا بالای یه کوهی ها. فکر میکنم همین که این اتوبوس میرفت تا سر کوه برسه، فکر میکنم 20-25 دقیقه کوه رو میرفت بالا. یعنی انقدر میرفت بالا، بلند بود کوه هم. از بالاش واقعا سینری قشنگی بود، منظرهای خیلی باحالی بود اینا. گفتم مادر من اینا امروز میرن هابیل تو این مسافرت. خب به نظر من نقطه عطف این مسافرت میتونه واسه تو این هابیل باشه، چون حداقلش اینه که منظره جالبی داره. گفتم حالا اون قبرستونای دیگه که بردن زیاد جالب نبود، ولی این یکی اینم قبرستونه، فرق نمیکنه. ولی این یکی ممکنه 12 متر. آره این یکی ممکنه خیلی واسه جالب تر باشه این حرفا. قبل از اینکه بره به حاجیه گفتم حاجی شما میرین کی برمیگردیم؟ گفت ما دیگه ماکسیمم نهایت 12:01 اینجاییم. حالا من کی بود مصاحبه‌ام 3:20 دقیقه به من وقت مصاحبه داده بودن. خب گفتم خب 12:01 اینجا باشی که ما هم یه ولش 40 دقیقه کمتر حتی از زینبیه تا سفارت کانادا. حالا اینا بهتون اشاره کنم که توی دمشق سفارت ایران با سفارت کانادا چسبیده به هم بودن تو اون بلوار مزه. بلوار خیلی شیکی بود. خب درست. آره من که داشتم میرفتم دمشق 7 تا پرونده مهاجرت، گفتم من یه مدتم کار مشاور مهاجرت انجام میدادم، درست. 7 تا پرونده مهاجرت برده بودم. اون موقع هزینه بررسی پرونده $300 بود. $300 7 تا $2100. خب به علاوه لندین فی خودم $550، به علاوه پروسسینگ فی فدرال هم فکر میکنم اونم یه رقمی بود که الان یادم نمیاد. خب یه چیزی هولوش $6,000 کانادایی من با خودم داشتم و یه مقدار زیادی هم ریال با خودم داشتم. خب اینی که چقدر بود واقعا یادم نیست الان که واسهتون بگم، ولی پول زیادی همراه بود. درست. روز اولی که ما رسیدیم مامان من گفت من یه کیف دارم با خودم میارم این پولا رو میذارم اینجا، تو هر موقع پول خواستی به من بگو من بهت پول میدم. این پولا همش با مامان ما بود، یادتونه مامانم گم شد پولا باهاش بود. یه مقدار تو ریال فقط با خودم، تومن با خودم داشتم. اونجا تومن هم میشد خرج کنی. خب خمینی خرج میکردیم. حالا رفتیم بازار رو دو زبون بی زبونی به از من چیز ژورنال خواسته بود، ژورنال آلایش عربی. خانومش آرایشگاه داشت، میخواست اینا رو چیز مدل کارش قرار بده و اینا. من رفتم حالا به اینا به زبون بی زبونی میگم من ژورنال میخوام آرایش عربی. حالا تو حسابش بکن این چجوری بخواد بفهمه چی دارم میگم. آخرسر یکیشون فهمید، رفت توی پستویی 2-3 تا ژورنال برداشت آورد. بعد ما پولش رو حساب کردیم و اومدم شلوارم رو گرفتم، پول اونم دادم. خب گفتم مامانم برمیگرده زور دیگه. تقریبا خودت خالی کردی. کلا موند واسه من 3000 تومان. خب 3,000 تومان این 3 خمینی. خب حالا این تاکسی ها از زینبیه تا در واقع همون سفارت کانادا یا سفارت ایران که چسبیده به هم حداقل 5 خمینی می‌بردن، ولی به طور نرمال 7 خمینی می‌بردن. دیگه کسی می‌خواست ارزون بگیره 5 تا می‌گرفت. خب واسه من چقدر مونده بود؟ 3 تا. خلاص ظهر شد و حالا ما تیپ خوشگلمون رو زدیم، سامسونتمون رو دستمون گرفتیم. من دیگه آدم سابق نیستم. شما منو در نظر بگید ما بین این زائرا و پیرزن پیرمردا و اینجور صحبت‌ها، کروات و کچلوار ناب شیک با سامسونت امریکن توریست دستم گرفتم، منتظر مامانم هم که بیاد. خلاص اتوبوس‌ها همون ساعت نزدیک 1 رسیدن و آدمای اتوبوس اول اومدن رد شدن. حالا ما نگاه می‌کنیم رد شدن. مامان ما نیامد. گفتم خب تو اتوبوس دومیه حالا میادش. اتوبوس دومی اومدن رد شدن. گفتم نیامد، نکنه تو اتوبوس خوابه. رفتیم اتوبوس اولیه تا تهش رفتیم، اتوبوس دومی تا تهش رفتیم،
دیدیم مادر ما نیست. ای بابا چی شد؟ دویدم رفتم طبقه آخر هتل که اینا درست رسیدن، رفتن نهار رو ما دویدیم رفتیم بالا، حاجیه رو دیدیم گفتیم حاجی ما صبح رفتیم ما مامانمون رو به تو سپردیم چی شد؟ گفت حالا خنده هی 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 نیومد. گفتم نه نیومده، جا مونده. میخنده هر میخنده. خفه شو ها. گفتم مرد حسابی یعنی چی که جا مونده؟ مادر ما رو کجا جا گذاشت؟ وسط اسرائیلیا جاش گذاشتی. گفت آره اونجا ما میدونی چی شد؟ گفتم نه اتوبوس ما خراب شد، ما یه اتوبوس دیگه گرفتیم برگشتیم. یادتونه بهتون گفتم مامان من بغل اتوبوس وای میسن وایساده بوده در بغل اتوبوس. خب حالا میریم جلوتر واسه تعریف میکنم. مادرم بیچاره ما میدوه میره، حالا تعریف میکنم میریم جلو. گفتم مرد حسابی الان من چیکار کنم؟ من الان پولم ندارم برم. من بی پولم. میدونی چرا بی پولم من؟ مامانم که واجبتر از مصاحبه است. مامانم واجبتر از مصاحبه است. خلاص بین این دوتا تصمیم گرفتم که اول برم، چون چیزی هم نمونده بود دیگه. من تقریبا ساعت 2 شده بود، 2:30 2 حتی گذشته بود. من 3:20 دقیقه وقت مصاحبه داشتم. خلاصه چیکار کردم؟ گفتم میرم مصاحبه. حالا بالاخره مامان ما پول بیشش هست و این حرفا، بالاخره هر جور شده خودشون میرسونه. منم که الان پول ندارم. خب خلاصه سر زور بود دیگه، سر زور یه روز تو این تیری مردادی چیزی بود، گرم داغ بود، تو حسابشون کچروا کروات اینجوری خف بسته. پشت شدیم رفتیم تو راستایی که تاکسی ها وای میسادن، دیدیم که اصلا هر روز که اینجا پر تاکسی بود امروز تاکسی هم نیست. خب حالا به هر کی میگم 3 خمینی سفارت ایران، چون نمیگفتم کانادا، ایران دیگه بالاخره در پیتر بود، گفتم شاید ارزونتر از من بگیرم. هیچ کدوم قبول نمیکردم ببر. خلاص این نیم ساعت 40 دقیقه گذشت دیگه، من به این نتیجه رسیدم برگردم از حاجیه پول قرض بگیرم. تا اینکه یه دفعه یکیشون گفت باشه سوار شو. خب خیلی خوشحال و شادان. حالا کیه مثلا حالا ساعت الان من سوار تاکسی شدم دقیقاً ساعت 3. خب یادتون باشه گفتم که من 40 دقیقه 45 دقیقه تا شهر راه داشتم. من دیر رسیدم. خب من علل قاعده رسیدم اونجا 3:40 دقیقه 3:45 دقیقه بود. خب ولی بیشترین قسمت استرس داشت ما بین مسیر بود. خب تو نگاه کن، ما روزای دیگه یا حتی اون دفعه اولم من زینبیه رو رفته بودم با تاکسی. این تاکسی ما سوار شدیم دیدم آقا داره یه مسیری میره که اصلا من این مسیر رو نمیشناسم. خب تا حالا من این همه رفتم و اومدم حداقل 6-7 بار رفته بودم. خب این مسیر واسه من کاملا ناآشناست. گفتم دک و پوز منو دیده، الان فکر میکنه که یه چیزی من تو این سامسونت دارم. آره دلاره. الان میخواد بره منو جیبمو خالی کنه. همونطور که گفتم به فاصله خیلی کوتاهی، حالا دقیقاً بگم 1 کیلومتر، فاصله خیلی کوتاهی از جایی که راه افتاد که جای مسیر عادی هم نبود، رسید به یه جاهایی که واقعا زاغ نشین بود، واقعا حلبی آباد بود. واقعا زمانی که این داشت میگذشت که من ترسیده بودم خیلی. خب اونم که عرب بود، منم که فارس زبان بودم، زبان هم دیگرم نمیفهمیدیم. و اینکه زمانی هم که یه دفعگی از یک خیابون رد شد رسید دیدیم سفارت روبرو بلوار مزه، 2-3 کیلومتر این ورترش زاغه بود. خب الان فیروزه جون میگه که اون خیابون مزه خیلی شیک و با کلاس بود، سفارت ها توش بودن. 2-3 کیلومتر این ورترش واقعا زاغه نشین بود. خب یعنی اینقدر مملکت بدبختی این سوریه. خلاص ما فهمیدیم که بلوار مزه همون موقع که ما رسیدیم ترافیکش سنگین بود، ساعت 3-4 بعد از اون.
این واسه این که به ترافیک نخوره این داخل از فرعی جاهای دیگه ما رو برد. خب ما هم فکر کردیم میخواد به تیم ما رو خالی کنه. حالا ما رسیدیم، شما حسابش رو کن، از ساعت 12:01 من در استرس زیاد، زبون تو دهن من شده یه چوب خشک. رفت بودو خودم رسوندم دم در بخش کبک سفارت کانادا. یه نگهبان عربی که اونجا هستش، یکم هم زبان فرنچ بلده، بهش میگم که چقدر خوشگلی تو. آب داری به من بدی؟ گفت من این شیشه، یه دونه از این شیشه بزرگای آب معدنی داشت. گفت من اینو دارم، مال خودمه، اگه آب میخوای برو اون تو بهشون بگو بهت بدن. خب خلاص ما رفتیم تو، دیدیم که یه 3 خانم این دست چپ رو صندلی نیمکت نشستن و منم یه نگاه کردم دیدم اینا قیافه‌هاشون به عرب مربا میخوره. خب اون موقع هنوز تشخیصم زیاد مثل الان خوب نشده بود. شاید هم چون از روبرو دیدی، بعد از پشت میدیدی. آره اینم خوبه. بعد منم نشستم اونجا، بعد دیدم اون پشت اون باجه‌ای که اون روبروی هیچ کس هم نیست. گفتم خب الان من یه 20-25 دقیقه حداقل دیر رسیدم، حداقلم فکر کنیم که در 20 دقیقه هم اونجا آدمی نبوده. خب حالا یارو اومد، من به روی خودم نمیارم، میرم جلو میگم این دعوتنامه من اومدم واسه مصاحبه. خب شاید قضیه کار کرد. من فکر میکردم اپورتونیتی دیگه از دست رفت دیگه، به مصاحبه هوا شد. خب درست. خلاص ما یه چند دقیقه نشستیم و اون خانم خوشگله که دفعه پیشتر دیده بودیمش، دورش 2-3 سال پیشترش اومد باز دوباره پشت اون باجه و یه خانم کانادایی. خلاص ما نامه دعوتنامه رو دادیم و گفت برو بشین. دیگه من روم نشد بهش بگم من تشنمه آب بده. این واقعا اینی که میخوام بهت بگم هیچ موقع به عمرم اکسپریانسش نکردم. خب زبونه تو دهن من شده بود عین یه چوب خشک از استرس زیاد و گرمای هوا و اینکه 3-4 ساعت بود من اصلا آب نخورده بودم. خب درست. بعد مونده بودم با این تشنگی. واقعا این شده بود چالش اون لحظه من. خب که من با این تشنگی چجوری برم الان مصاحبه بدم، چرا من یه شیشه آبی و چیزی با خودم ور نداشتم بیام. خب همون که نشسته بودم تو این فکرها بودم و این حرفا، یه دفعه اون نگهبانه که دم در بود اومد تو، معجزه شد، شیشه آب خودش بود، اومد تو گفتش که شیشه آب منه، میخوری؟ از شیشه آب من میخوری؟ گفتم بده، من دارم هلاک میشم. بده، چرا نمیخورم؟ خلاص شیشه آبشو گرفتم گفتم تو برو، من اومدم بیرون یکی وسط میخرم. حالا پولم نداشتم. خب حالا این قسمت پول نداشتم و وسط حلش میکنم. شهر غریب پیاده برگردم 45 دقیقه. خلاص ما همین که چند جرعه آب خوردیم یه دفعه گفت آقای اسکندری باجه 2. ما که بلند شدیم بریم باجه 2 دیدیم اون 3 خانم صداشون در اومد. نه نوبت ماست فارسیا. گفتم میخوایم منو صدا کرده شما بفرمایید. تا اون لحظه هیچ صداشون در نیامده بود. فهمیده بودم من ایرانیام خب، ولی هیچ آشنایی ندیده بودن. نه نوبت ماست، ما زودتر اومدیم فلان. گفتم حالا میخوای شما بفرمایید، منو صدا کرده. حالا ما رفتیم تو نشستیم و مصاحبه تموم شد و همونطور که گفتم آخر مصاحبه با تک ماده قبول شدیم و پرچم کبک رو آورد بالا و گفت کانگرچولیشنز و خوش اومدی و فلان این حرفا و سلکسیون دو کبک رو به ما داد و ما اومدیم بیرون. روز قبل از مصاحبه یه آقایی به من زنگ زد، گفتش که آقای شانی. گفتم بله. گفت من آقای فلانی معرفی کرده به شما زنگ بزنم اینا. گفتم در خدمتم. گفت آره من الان تو فرودگاه مهرآبادم. اون موقع پروازه یه چیزم از مهرآباد ها میافتاد. من تو فرودگاه مهرآبادم و دارم میام دمشق. میخوام بدونم که شما اولا چجوری خودت آماده کردی واسه مصاحبه، دوم اینکه سوالای مصاحبه رو بدی منم کار کنم. من روز بعد از شما مصاحبه دارم، من فلانی هستم و این حرفا. گفتم خیلی خوش اومدی، من حاضر به کمک و این حرفا. رسیدی دمشق با توری؟ گفت نه من پرواز شخصی گرفتم و میام اونجا، میرم شرایطون نزدیک همون محل مصاحبه بود توی بلوار مزه.
فهمیدی بچه مایه داره. این اومد هتل و ما یه مقدار سوالای مصاحبه که خودم خونده بودم دادم بهش و گفتم روز مصاحبه‌ام رفتم مصاحبه، هر چی که اتفاق افتاد واسط شیر میکنم و اینا بود که تو هم بری قبول شی اینا. گفتم اتگم خیلی هم خوب. اون موقع که من مادرم رو گم کردم، کاری که کردم به این آدمی که یه شب بود باهاش آشنا شده بودم زنگ زدم. گفتم تو کاری که میکنی ساعت مثلا 4:30 بیا جلوی بخش کبک سفارت کانادا، من مصاحبه‌ام تموم شد، کار خیلی واجب باید دارم. خب من که پول نداشتم که اون بعد از یکی کمک میگرفتم. خب حالا ما داریم از در چیز میایم بیرون، سفارت کبک شل وارفته. خب بعد اون از دور میگه هی شانی رد شدی؟ میگم نه قبول شدم. میگه پس چرا خوشحال نیستی؟ میگم با مرد حسابی بیا بریم فلان بیا بریم فلان، ما توی دردسر بزرگتریم، بریم مامانمون پیدا کنیم. حالا شما حسابشو بکن. حالا شده ساعت 5 بعد از اون. اینی که ما تا تاکسی بگیریم و برسیم نزدیک غروب آفتاب بود. خب نزدیک غروب آفتاب رسیدیم به هتل، گفتیم اگه مامانمون پیدا نکردیم بالاخره یه تاکسی میگیریم میریم ببینیم کجاست. چون اونجا همونطور که گفتم صبح فلسطینیا می اومدن بساط پهن میکردن، اتوبوسا می اومدن، سر ظهر دیگه اتوبوسا برمیگشتن دیگه اونجا تعطیل بود، کسی خبری نبود. خب منظور این که حتی اون استحکامات و این حرفا هم دیگه اصلا کلا بسته میشد، یعنی کسی راه نمیدادن. من مونده بودم واقعا مامانمو چجوری باید پیدا کنم. اون روز ما رسیدیم هتل، رفتیم تو و دیدیم مامان ما وایساده به نماز خوندن. حالا من نمازش که تموم شد گفت آره من داشتم واسه دعا میکردم. چی شد؟ گفتم قبول شدم. ما خلاصه خیلی خوشحال شد و گفتیم حالا تو چی شد؟ گفت آره اینجوری شد. اینا رفتن، من وایسادم کنار اتوبوس. یه دفعه دیدم اون پارکینگی که اون بالاست داره خالی از اتوبوس میشه، دیگه هیچ کسی دیگه نمونده. رفتم پشت اتوبوس، دیدم یه راننده زیر اتوبوس زیر موتور کارتون گذاشته خوابیده. بیدارش کردم، گفتم مردی که پاشو ببینم من اینجا موندم چی پا شده اومده بخند و من فهمیدم اتوبوسش خراب شده، یه اتوبوس جایگزین فرستادن اینا رو برداشته برده، منم خبر نشدم. خب گفتم اون احمقی که تو رو برداشته برده که بعد تمام اعضای یه کاروان رو سالم ببره سالم برگردونه، تو رو جا گذاشته، اونم وسط یه همچین جای خطرناکی. من خرا بگو که اینقدر اصرار کردم تو بری. خب چرا این کار کردم؟ خلاصه اون شبی بودش که این خاطر اتفاق افتاد. شیرین تموم شد خلاصه. خدا رو شکر. شانی عزیز دست در نکنه. مخلصیم. همه چی بسیار عالی بود، بسیار خوشمزه، تیستی، اصلا ما لذت بردیم. خودت خیلی خوب بودی، خاطرات داستانات خیلی قشنگ بود. مرسی که ما رو دعوت کردی، مرسی که پذیرای ما بودی. خیلی ممنون که تشریف آوردین. ممنونم. انشالله که ما بیشتر بتونیم مفید به فایده باشیم، بتونیم که مثلا تجربیاتمون رو در اختیار مردم بذاریم. حتما. داستانمون رو تعریف کنیم. داستان زیاد داریم، داستان خیلی خیلی زیاد داریم. اینا همش مال قبل مهاجرت بود، حالا بعد مهاجرت داستان زیاده. حتما جلسات بعدی خواهد بود. ما قولت مهمون شما شدنم گرفتیم، حالا ببینیم دیگه کی وقت بشه که شما ما رو دعوت کنید و برسیم خدمتتون. خلاصه بابت این شب بی‌نظیر ما فدای شما، زحمت کشیدیم که تشریف آوردید. امشبم تموم شد قسمت اول مهمون خونه رو پیش شانی عزیز و خانم بسیار دوست داشتنیش بودیم. سخت بود، غذاها خوشمزه بود، ایده خیلی خام بود، انجامش دادیم. قسمت اول تموم شد. حتما ما رو سابسکرایب کنید که قسمت های بعدی هم تو راه. دوستتون دارم. خداحافظ.